پیش لیسه قاضی حمیدالدین هستیم، یک از لیسه های مشهور مزار شریف. پرنده عزیز میریم پیش آمریت لیسه قاضی حمیدالدین. اول از اینا اجازه میگیریم، یک معرفی میشویم. این خاطر این نام‌نویسی کسایی که تازه به مکتب مراجعه میکنن رفت آمد کار دارن، خب باشن نوشته میکنیم. درست. خیلی برای نوشته کنین حیات الله. دا یو په امر دی باید دا تطبیق شي. نو الحمدلله ټول لبیک ورته ووایه. ډیر خوشاله شو چې مخ تر مخ چې مکتب شروع شي. الحمدلله دا ټول آمادګي نیولې وه. میبینین ماشاءالله کلشان مجهز با یونیفرم. همراه یکی از شاگردان حتما صحبت بکنم. برای ما هم خیلی خوب است. دیگه هیچ کدام مشکل نیست و با وجودی که مشکل نیست راضی هستیم. راضی هستیم. بله. مضمونم تحریه است. عنوان درسم ادبیات چیست؟ تا حد توان بشری در خدمت اولاد وطن هستیم. ما با شما افتخار میکنیم. همچنان. یونیفرم، لنگی، کالا، کورتی پتلون، درشی، نکتایی وطن نمیسازه. آنچه که شما در عقل دارین. من گرچینینم یا چنانم بر خدایم معلوم باد. گر قضاوت دست او باشد عالمی در کار نیست. عالمی در کار نیست. به 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 دیگه هم هست یا نه؟ بیننده های عزیز یوتیوب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز 21 اپریل است که برابر است با اول سور 1404 هجری شمسی. حیات الله ساخزی در خدمتتان است. پیش لیسه قاضی حمیدالدین هستیم، یک از لیسه های مشهور مزار شریف. شاید اینجا شما درس خوانده باشین، شاید شما اینجا تدریس کرده باشین من حیث استاد یا معلم، اما فعلا شاید از اینجا خیلی فاصله داشته باشین. خسروی هم اینجا درس خوانده، از همین مکتب فارغ شده، اما حالا تازه به امریکا رسیده، به کالیفرنیا رسیده، در شهر ساکرامنتو. اگر شما از آنجا ما را تماشا میکنین و توانایی استخدام یک کارمند دارین، یک افغان خود دارین، پس ما براتون باز آدرس شمیتون خسروی ما خیر است اکبر بگیرن. خیلی دوستش دارم، واقعا دوستش دارم، به خاطر خواهرش نه، به خاطر اخلاقم، رویه و کردارش. فکر کنید که شما ما را استخدام کردین. میریم داخل لیسه قاضی حمیدالدین. یونیفرم تازه را که حکومت پیشنهاد کرده آیا در مکاتب تطبیق شده یا نشده؟ داخل این لیسه میریم و ببینیم که شاگردایی که به این مکتب سر میزنن میآین با کدام نوع لباس میآین، رضایتشان چی است و چی گفتنی هایی دارد. این را در گزارش امروزی ما به تصویر میکشیم و از شما هم خواهش میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با ما باشید، ما را تنها نگذارید. بیننده عزیز، ما داخل لیسه شدیم، اما اینجا شاگردای عزیز ما هستن، باید یک نام‌نویسی بکنیم. اول خود راجستر بکنیم که یک ذره اصولی معلوم شود. سلام علیکم. چی حال داری؟ خوب هستی؟ بخیر؟ صحتمند؟ خیر. نامت؟ ایمال جان. ایمال جان، متعلم صنف چند است؟ صنف 11 سه. صنف 11 سه. بله. امروز شما ساراندوی هستین؟ بله. خب هر روز یک نفر است یا دو نفر؟ هر روز 3 نفر. 3 نفر؟ بله. این خاطر این نام‌نویسی کسایی که تازه به مکتب مراجعه میکنن؟ رفت آمد کار دارن، خب باشن نوشته میکنیم. درست. خیلی برای نوشته کنین حیات الله. ولد شفا محمد، خبرنگار، خب مدیر عمومی. پیش مدیر صاحبتان میریم. اما اداره میشه دیگه. ساعت دخولی. ما امضا میزنم، شما باز دیگه ساعتشان شما نوشته کنید. درست است؟ صحیح است؟ لامبرتون هم بگم نوشته کنیم. اینجاست؟ بله. خاص. تشکر. سلامت باشه. بخیر باشه.
شنونده‌های عزیز، میریم پیش آمریت لیسه قاضی حمیدالدین. اول از اینا اجازه میگیریم، یک معرفی میشویم، بعد از اون میریم طرف صنف‌های مکتب و از اونجا هم اطلاعات میگیریم. بیاین که خوشبختانه مدیر صاحب هم حضور دارن. بیا بشیر جان، بیا. جناب مدیر صاحب سلام علیکم. جوړ بخیر. ستړی مسی. صحتمند. جوړه بخیر. خیر. شپه ورځ بخیر تیریږي. شکر الحمدلله. سلامت. شکر. بینیدای عزیز، ما پیش آمر لیسه قاضی حمیدالدین هستیم. یک همراهشان معرفی میشویم، بعد موضوعی که ما گفتم سر از موضوع صحبت بکنیم. جناب مدیر صاحب میشه خود معرفی بکنین، نام مبارکتان؟ مننه. زمانم چې دی مولوي صاحب غلام نبي حماسي عربي ما امیر د لیسې د قاضي حمیدالدین یم. جناب امیر صاحب څومره وخت کې چې تاسو دلته د امیر پایس ټاکل شوي یاست؟ تقریبا زه خپل ځل ټاکل شوی یم تقریبا یو کال سو. پروش کال 1403 کال کې زه په حیث د امیر معرفي شوم. تقریبا د نننۍ وخت پورې یو کال کې چې زه معرفي شوی یم. ماشاءالله. دا راته وایه چې د سهار څخه د کم سیم څخه تر کم سیم پر شاګردان راځي او بیا د غرمې څخه د کم سیم څخه تر کم سیم پر شاګردان راځي؟ نو زموږ د لیسه چې ده د لیسې قاضي حمیدالدین درې ټایم دي. درې ټایم دي چې اول اصول صنفي د اول نیولې درېیمه پورې او بیا د لسمه سو د 12مه پورې، سهار د 7 بجو سو د 10:30 بجو پورې دلته راځي. او بیا متوسطه ده چې دوم ټایم دی هغه د دغه وهمه نیولې سو د 9مه پورې، د البته 10:30 بجو سو د 2 بجو پورې دي. او بل دریم ټایم چې ده هغه البته هغه په ابتدایي کې راځي چې د څلورمې نیولې سو د 6مه پورې، د 2 نیولې سو د 5 بجو مازدیګر پورې دلته تدریس کیږي. موږ د ریاست معارف سره په تماس کې وو، بیا دوی ویل چې قاضي حمیدالدین لیسې نسبت و نور لیسو ته هغه یونیفورم چې تازه حکومت ویلی دی هغه یې ول ډېر سره برابره کړی دی. تاسو دا راته وایاست چې هغه یونیفورم چې تازه زموږ تاسو حکومت وړاندې کړی دی هغه مو په لیسې کې تطبیق کړی دی که الحمدلله فضل د خدای دی چې موږ د یونیفورم باره کې چې کله د شیخ صاحب امیرالمؤمنین حفظ الله تعالی عنه امر وسو او بیا دغسې وزارت مکتوب راولېږئ و ټولو ریاستو ته بالخصوص چې کله د مکتوب د یونیفورم تطبیق باره کې ریاست معارف ته راورسېدی او کله چې بیا دوی معارف ښار ته ورولېږئ او بیا دوی د مکتب په ګروپ کې او دغسې مکتوبي د ټولو مکاتبو ته چې استولی وو، نو الحمدلله زموږ په مکتب کې 100% هغه تطبیق شو. نو د دې دپاره موږ ډېر ښه کوشش وکړئ ځکه چې هر امر د امیرالمؤمنین او د وزارت معارف هغه امر دی د اطاعت کول واجب دی. نو الحمدلله په دې سره موږ اول نه پلا چې کار وکړي، شورا مو راوغوښته، معلمان ټول راوغوښتله، نو موږ یو عمومي جلسه ونیوله. یو عمومي جلسه مو ونیوله. په دې جلسې کې د سرمعلمان د ټوله البته ټوله پرسونل چې دا 3 ټایمه دی نو دا مو راوغوښتله. جلسه مو د دې یونیفورم د تطبیق باره کې راوغوښتی. نو بیا په دې مشورو ته ورسېدلو چې شورا هر مکتب خپل ځانه شورا لري. نو دا شورا مو راوغوښتله، ټول دوه سره مو جلسه ونیوله. نو په دې توافق سره ورسېدلو چې دا خبره چې د یونیفورم رااله موږ ورته وویله چې باید دا یونیفورم امر دی باید دا تطبیق سي. نو الحمدلله ټول لبیک ورته وویله. ډېر خوشحاله سو چې مخ تر مخ چې مکتب شروع سي. الحمدلله دا ټولو آمادګي نیولې وه او چې بیا کله مکتبونه شروع سوه نو الحمدلله زموږ بالخصوص لیسه کم امر چې سوی وو موږ 100% کې تطبیق کړی دی. ستاسو اجازه ده چې موږ ځینې صنفو ته لاړ سو او دا یونیفورم له نږدې وګورو؟ الحمدلله ولې نه، بس خپل دغه لیسه مو ده، زموږ ته مشترکه کور ده، تاسو کتلی سئ. ډېره مننه. کور ودان امیر صاحب. سلامت. وعلیکم السلام. خیر. شنونده‌های عزیز، ما داخل یکی از صنف‌های همین مکتب هستیم. اول با جناب معلم صاحب یک چند لحظه صحبت میکنه، بعد با شاگردایی که شما ملاحظه میبینین ماشاءالله کلشان مجهز با یونیفرم،
همراه یکی از این شاگردان حتما صحبت بکنیم. جناب مولوی صاحب سلام علیکم. سلامت خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. نامتان؟ احمد جاوید قاسم زاده هستم. معلم اینا هستم. چند سال میشه که منیس معلم ایفای وظیفه میکنید؟ 12 سال است ایفای وظیفه میکنم. کدام رشته را خواندین شما؟ ما ادبیات انگلیسی. در کجا خواندین؟ پانتون البرونی. سال چند فارغ شد؟ 1391. 13. حال انگلیسی رو درس میدید یا کدام مضمون دیگه؟ هم انگلیسی و هم کامپیوتری درس میدم. هر دوشون درس. بله. سلامت باشین. اجازه است با بعضی از شاگردان یک چند لحظه صحبت بکنیم؟ بفرمایید. بخیر باشین. اینجا من با یکی از شاگردای امیل ایسا و با اینمی جوان یک چند لحظه صحبت میکنم. سلام علیکم. خوب هستید؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ سلامت باشین. نامتان؟ اسم عبدالباسط قیاسی است، متعلم امی مکتب قاسم. متعلم صنف چند هستین؟ ده یک. بله. در لیسه کدام مضامین زیاد دوست داری؟ مضمون انگلیسی و ریاضی را. انگلیسی و ریاضی. بله. مکتب که رخصت بود کورس انگلیسی را تعقیب کردین یا؟ بله. چند ماه خواندین؟ 1 سال زیادتر. 1 سال زیادتر. بله. بخیر در آینده میخوای که در کدام رشته رشته تمرکز کامپیوتر داشته باشه؟ ما در آینده میخوایم رشته کامپیوتر ساینس بخونیم بخیر. کامپیوتر ساینس بله. ماشاءالله ماشاءالله. در ارتباط به یونیفرم جدید بگوین که همین لحظه ماشاءالله شما پوشیدین از ما کلمه خوب مقبول معلوم میشین که چقدر خوش هستین؟ زیاد خوش هستیم دیگه. در بهار هم که باشه ما به همراه یونیفرم راحت می باشیم، از کرتی و پتلون که خوبتر هستیم. یگان وقتا تا بعضی از شاگردا همین پتلونشون رو داخل بایک می آوردن. بله بله. حالا این لباس افغانی خودی ما و شماست. بله. فرهنگ خود ماست. 3 ساعت سوخت در واسه چه زیاد نیست که بعضیا میگه سر ما رو به درد میگیره. فرهنگ خود ماست. بله. فرهنگ خود ماست. سلامت باشین. خانه با تشکر. اینجا من یکی از شاگردای دیگر هم انتخاب میکنم، امروزشان صحبت میکنیم دیگه. هر کس که بود دیگه باش که اونا چه پلان دارن. سلام علیکم. چل دارین؟ خوب هستین؟ ایسال شو بخیر. ایسال شو. آفرین. اینه بود. نامتان؟ سید بلال هستم. سید بلال جان. خودت هم همسین پیش هستی دیگه؟ بله همسین پیش. خودت کدام مضامین دوست داری؟ همه مضامین دوست دارم. همه مضامین یگانه فرق است یک مضمون خیلی دوست داره. مثلا او انگلیسی را دوست داشت. ما فیزیک دوست دارم. فیزیک دوست داری؟ در آینده پلان داری که بخیر در کدام رشته بخونی در پانتون؟ بله. کدام رشته را بخیر میخونی؟ انجینری. انجینری؟ ماشاءالله. از یونیفرم جدید راضی هستی یا نه؟ بله راضی هستم. تا دادن یاد گرفتی یا نه از شاگردات کمک از همسفیا کمک میگیری؟ نه کم کم یاد گرفتم. ان شاء الله یک مابد بخیر بیخیم پخته یاد میگیری. سلامت باشید. بخیر. تشکر. بخیر باشید. بنده عزیز ما در یک صنف دیگر آمدیم و اینجا ماشاءالله شاگردا امو یونیفرم کاملا تطبیق کرده. چه خوب است اول با جناب استاد یک چند لحظه صحبت بکنیم، بعد با یکی از همین شاگردا صحبت بکنیم. جناب استاد سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ سلامت باشین. نام مبارکتان پیش ما باشین. نام مبارک ما یکی از استادای مکتب لیسه قاضی حمیدالدین هستیم، مولای شجاع الدین. چند سال میشه منیس معلم ایفای وظیفه میکنیم؟ 3 سال میشه وظیفه میکنیم. کدام مضامین تدریس میکنیم؟ تفسیر شریف هستم، درجه تفسیر میکنیم. تفسیر شریف؟ بله. صنف چند هستی؟ صنف 12 هستم. صنف 12؟ بله. نظر شما منیس یک معلم نه، منیس یک شهروند در ارتباط به یونیفرم جدیدی که امیل از شاگردایتان پوشیده چی است؟ ما از خیلی شاکر و سپاسگزار هستیم از بزرگای خود، از قانونمندایی که فعلا در رأس ما قرار دارند. بله. ای از رویش و رفتار حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. بله. بلکه صحابگان کرام بودن، بلکه حدیث حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتاب‌های 36 تشریح کرده که این لنگی یکی از سنت و روش آنها هستند، بلکه از روش و رفتار مردم ما، مردم افغانستان هستند. بله. بلکه این لنگی خودش یک سیاست است، بلکه این در شخصیت انسان را نشان می‌دهد، بلند بردن انسان را نشان می‌دهد، در بین فرق در بین انسان‌های با ادب و بی ادب و مردم‌هایی که علم دارند و مردم‌هایی که علم ندارند، این لنگی نشان می‌دهد. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشید. اجازه است با یک تنه شاگرداتون مصاحبه بکنیم؟ اجازه. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ ماشاءالله قد شما خوب در راز ما بسیار قد بخش معلوم میشم. نامتان؟
نام ما ادیب احمد. ادیب جان متعلم صنف چند است؟ صنف 12 دو. 12 دو؟ بله. بخیر خلاص کردن دیگه. سال آخر است بخیر. کدام مضامین زیاد دوست داری؟ مضمون ساینسی. ساینسی؟ بله. قرار است بخیر پیش روی امتحان کنکور داشته باشه. بله. کدام رشته را تصمیم گرفتی که بخیر بخوانی در آینده؟ رشته کامپیوتر ساینس. کامپیوتر ساینس. بله. ماشاءالله. در ارتباط یونیفرم تازه که حکومت گفته و شما ماشاءالله تطبیق کردین بگین که راضی هستین یا نه؟ بله چرا راضی نیستیم و اولش خب ما منتظرم تک فرصت بودیم که هم تک یونیفرم بیاد تا بر روش و سنت پیامبر هر چقدر نزدیک شویم برای ما هم قدر خوب است. دیگه هیچ کدام مشکل نیست و با وجودی که مشکل نیست راضی هستیم. راضی هستیم. بله. سلامت باشین. تشکر. من یکی از شاگردای دیگر خودم انتخاب میکنم باز که طرفشان سعی بکنم که نام خدا خوب چهره داره که میرم اینمی یک ذره خار معلوم میشه پیش ما. سلام علیکم. چی حال داری؟ خوب هستی بخیر سیت ایستاد شو. ای ماشاءالله. چی نوشته میکرده میلازه؟ جغرافیا. جغرافیا. نامتان؟ سعید الهام. سعید الهام. بله. خودت در مکتب کدام مضامین دوست داری؟ مضمونای دینی را. دینی را دوست داری؟ بخیر در آینده خیلی شاید شریعت بخونی دیگه یا کدام رشته دیگه؟ نه کدام رشته دیگه. کدام رشته دیگه میخونی؟ سلامت باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. یکان کس دیگه نیست باز هر کس طرف ما سعی کردم من شما مصاحبه میکنم ببینم کی سعی میکنه. نه هیچ کس طرف ما سعی نمیکنه. خب اینی بخی لنگیش قطعه لنگی یک ذره پایین سعی میکرد. سلام علیکم. چه دارین؟ خوب هستین بخیر صحتمند؟ ماشاءالله چه خوب خطی دارین. خطت واقعا از خط ما که خیلی بالاست. نامتون؟ زمرای حیدری. حیدری صاحب حتما خطاطی خوندی؟ نه نخوندم. ماشاءالله چقدر خوب خط دارن. خودت در مکتب کدام مضامین زیاد دوست داری؟ مضامین ساینسی. ساینسی را؟ در آینده میخوای در کدام رشته بخونی؟ خواست خدا بود طب میخونم. طب؟ ای ماشاءالله. هر شاگرد که هدف داشته باشد برنامه داشته باشه من مطمئن هستم که به او هدفش میرسه. ما هم یک وقت مثل نمید دوست ما شاگرد مکتب بودیم در صنف 10 بودیم و تصمیم گرفته بودیم بعضیا خنده میکردن که والا این رسه و این رشته رسه. ما به اون رشته رسیدیم و اونا همونجا ماندن. آفرینت تشویق میکنم و حق تشویق هم داری برات موفقیت آرزو میکنم. سلامت باشین. بخیر باشین. بیننده عزیز ما در یک صنف دیگر در حال داخل شدن هستیم و جناب استاد هم عامل از فکر میکنم که ریاضی را برای شاگردای عزیز ما در روی تخته می نویسه. جناب استاد سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ سلامت باشین. خانه با تشکر. نامتان؟ احمد سیار. کدام مضامین تدریس میکنید؟ در این مکتب ریاضیات شد. ریاضیات چند سال میشه منیسه معلم شریف وظیفه میکنید؟ 10 سال میشه. 10 سال. 10 سال. خودتان چه خوانده؟ تعلیم تربیت رشته ریاضی. رشته ریاضی را خوانده. ماشاءالله. و امیل از چی را درس نوشته؟ لیمیت است. درسشان لیمیت است. بچه‌های صنف 12 است. صنف 12 هستند. 12 است. 12 است. اجازه است با چند تا شاگرد چند صحبت بفرمایید. سلامت باشین. در اینجا نام خدا شاگردا زیاد است. من یک شاگرد انتخاب میکنم که شما سعی کنید که کی گپ میزنه. قاری صاحب میگه قطعا گپ نزن. قاری صاحب چقدر بی جرأت هستید. اینجا من با یک نفر دیگه صحبت میکنیم. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ سلامت باشین. نسبت به دیگه ابسیفیت نام خدا خودت لنگیت بسیار منظم بسته کرده بود. از این خاطر پیش شما آمدم. نامتان؟ نام احمد سهیل. سهیل جان متعلم صنف چند است؟ صنف 12. 12؟ بله. کدام مضامین زیاد دوست داری؟ من مضمون ریاضی و انگلیسی. ریاضی و انگلیسی. بله. قرار است بخیر صنف 12 خلاص شوه و امتحان کنکور هم پیش رو داری. دوست داری که در کدام رشته بخیر بخونی؟ رشته شریعت میخونم. شریعت میخونی؟ بله. در ارتباط یونیفرم جدیدی که همین ازش شما پوشیدین و نام خدا خیلی مقبول هم معلوم میشین نسبت به ما. راضی هستین یا نه بگین؟ بله ها راضی هستیم. پوشیدن شاید دادن شاید گرفت یا نه؟ بله یاد دارم. برای همسفرت هم کمک و یگات شکایت نداشته باشید. کمک میکنم. صحیح؟ سلامت باشین. تشکر. بخیر باشید. با یک شاگرد دیگه من میخوام که صحبت بکنم که باش که کی است که اینا در آینده میخواد که چی شوه و کدام مضامین زیاد دوست داره و در ارتباط یونیفرم جدید هم حتما پرسا میکنم. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ سلامت باشین. نامتان؟ احمد راشد. راشد جان خودت کدام مضامین زیاد دوست داری؟ من زیادتر مضامین ادبیات داری. ادبیات چه داری؟ ماشاءالله. پلان گرفتی بخیر در آینده کدام رشته رو بخونی؟ ان شاء الله اگر
خواست خدا بود؟ خواست خدا بود. کامپیوتر ساینس پیش میره. کامپیوتر ساینس. بله. در ارتباط یونیفرم جدید بگوین راحت هستین امروزشون یعنی؟ ان شاء الله دیگه هرچی تقاضای دوستا بودم. تقاضای حکومت دیگه. تقاضای حکومت شما قبول دارید؟ قبول داریم. لنگی زدن یاد گرفتی یا نه؟ 50%. یعنی یک مواد آخر 50% شم یاد میگیرید. ان شاء الله. سلامت باشید. خانه آباد. بخیر باشید. بیننده عزیز، در یک صنف دیگر امیل ایسا آمدیم که جناب استاد امیل ازا برای شاگردای عزیز ما در تخته می نویسد. مضمونم دری است. عنوان درسم ادبیات چیست. جناب استاد سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ چه حال دارین؟ بخیر هستین صحتمند؟ خوش آمدین. سلامت. در خدمت هستیم. بفرمایید. خانه آباد. نامتان؟ محمد رسول هستم، یک تن از معلمین همین مکتب. چند سال میشه مناسب معلم ایفای وظیفه میکنین؟ تقریبا 30 سال میشه دیگه. ماشاءالله. 30 سال. 30 سال یک عمر. یک عمر است. تنها در میلیسا یا دیگه لیسان؟ قبلا در ولسوالی بلخ بودیم و بعدا قاضی ابوالبوته بلخی بودیم و چلگزی بودیم و اکثرش باز در مکتب نور خدا بودیم. مکتب 19 سال اونجا بودیم. کدام رشته رو شما خوانده بودین؟ رشته ما دیگه اصلا اگر علوم دینی است، تعلیمات اسلامی. اما خوشبختانه که هر کدامش باشه بجز لسان‌های خارجی درس میگیم، یک چاره میکنیم. 30 سال دیگه یک عمر یک انسان است، کم تجربه. تا حد توان بشری در خدمت اولاد وطن هستیم. ما با شما افتخار میکنیم. همچنان. با استادایی که 30 سال 35 سال تدریس کردن نور چشم ماست. همچنان. زنده باد. تشکر. اجازه است با چند تا از شاگردان صحبت کنم؟ بفرمایید. سلامت باشین. بخیر باشین. نام خدا در این صنف هم به تمام شاگردای عزیز ما امو یونیفرم جدید را که وزارت معارف و ریاست‌های معارف تمام ولایت گفته بودن اینا تطبیق کردن. با یکی از شاگردان صحبت میکنیم که نظرشان چی هستن. سلام علیکم. سلام. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ نامتان؟ محمد ادریس هستم. متعلم صنف چند هستین؟ صنف 11 سه مکتب لیسه قاضی حمیدالدین. ماشاءالله. کدام مضامین در مکتب زیاد دوست دارین؟ مضامین ریاضی زیادتر دوست دارم. ریاضی؟ بله. تصمیم گرفتید بخیر بعد از سپری کردن امتحان کنکور کدام رشته را بخونید؟ ان شاء الله طب خاصی خدا باید میخونیم. ماشاءالله ان شاء الله. در ارتباط یونیفرم جدید بگین که چقدر راضی هستین؟ راضی هستیم. سنت اسلام است. سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله اسلام است. راضی هستیم اصلا. سلامت باشین. فقط تبین می تمام همسنفیت بهترین دوستت که امروز یگام وقت شوخی میکنی رفیقت است کی است؟ یک نشانه بگی. این است. نامش؟ سعید شکرالله است. خب همسایه خو نیستی؟ همسایه هستیم. همسایه هستین؟ قوام هستیم. همسایه هستیم. قوام هستین؟ بچه کاکا میشن. بچه کاکا؟ ماشاءالله. سلامت باشین. بشینین. ما با یک تن از دیگر از شاگردان هم میخوام که باش که ببینیم که کر انتخاب میکنیم. تو میام دیگه خودش فهمید که ما کر انتخاب میکنیم که امروز یک چند لحظه صحبت میکنیم. سلام علیکم. سلام. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ سلامت. زنده باشین. نامتان؟ محمد فردین. فردین جان شما کدام مضامین دوست دارین؟ مضمون بیولوژی را. بیولوژی را؟ بله. پلان گرفته بخیر کدام رشته را بخونی؟ رشته طب. طب. ماشاءالله. در ارتباط یونیفرم جدید بگید چطور همراه راحت هستین یا نه؟ کاملا راضی هستیم از یونیفرم جدیدی که وزارت معارف تطبیق کردن به خاطر که لباس ملی و فرهنگی کشور ماست. یکی از سنت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم. دقیقاً. خانه آباد بسیار زیاد تشکر. بر موفقیت آرزو میکنم. بخیر باشید. این ادب در خانه ما شما با پدر و مادر هستیم، نوی از ادب دارد. در دسترخوان میشینیم، نوی از ادب دارد. در بیرون از خانه با مردم کوچکی هستیم، نوی از ادب رفتاری و گفتاری داریم ما شما که در همه جایی کلمه ادب مورد استعمالش ضروری است برای ما شما. بعد از او که ما شما الحمدلله در مکتب هستیم، ادب مکتب آمدن، ادب در دروازه مکتب استاد شدن، چی نه با دروازه مکتب تا زمانی که دروازه مکتب باز بشه ما اونجا ایستاد باشیم. آیا نفع ما به مردم برسه یا ضرر ما؟ آیا انگشت انتقال مردم بالای یک شاگرد مکتب و معلم مکتب به صورت مثبت باشه یا منفی؟ ما شما در این کوچه و گذر و شهر اجتماع هستیم میبینیم، اما ما که میگیم ما معارف باید چی باشه؟ در پی عیب اصلاحات خود باشه. باید ما عیبای خود روزمره اصلاح اینجا که میشینیم فقط به خاطر اصلاح سازی است.
ما را دیگرها گفتن، ما به شما میگیم. دیگرها استادا ما را گفتن، ما به شما انتقال میدیم. شما هم انتقال دهنده هستید. یعنی میشه که بیاموزیم، ایره کاربردش بفهمیم. چند کتاب خوندی؟ 5 کتاب خوندم. از 5 کتاب تو چقدر برداشت کردی؟ چقدر تو در زندگی در استفاده میکنی مهم است. خواندن و قطع کردن کتاب در دل دوا نمیکنه. ما کتاب رو میخوانیم، ادب رو میآموزیم و این در زندگی خود تطبیق میکنیم. این رو به مردم میفهمانیم که ادب چی؟ ادب گفتار ما، ادب رفتار ما، ادبی که ما آموختیم در اجتماع با مردم چه رقم را در عمل پیاده کنیم است. این اصل گپ بیش است. رعایت اصول است. اصول زندگی ما چی است؟ اصول زندگی ما در نظر ما باشد. رفتارهای پسندیده باشد. رفتار ما سر پسندیده این مکتب به خاطر نمی پسندیده رفتارهای پسندیده این مکتب است که میشه بریم. گفتار زبان خود ما شما یاد کنیم. زبان خود اگر اصلاح ساختیم نور یاد. اگر زبان ما درس اینجا خواند و زبان اصلاح نشد باز هم نشد. میگه که دو کس رنج بیهوده بود. یکی آموخت و نکرد، یکی اندوخت و نخورد. رنج بیهوده است موضوع. در عمل پیاده کنیم. نوشتاری و تعاملات. با شما که تعامل داریم با اجتماع. با شما انسان فرد اجتماعی هستیم با شما در تنهایی خود و یک خانواده در یک قریه بودن نمیتونه. در این اجتماع هستیم با این میشه با شما رفتار ما، سلوک ما، همه چیز ما چی باشه؟ اولا مطابق با احکام دین مبین اسلام که سراسر اخلاق هست. بعد از اون درسایی که ما شما روزمره خوانده میریم همش هم بازم ریشش به مو چی میره؟ احکام قرآن کریم و حدیث نبوی است. بسیار زیاد تشکر جناب استاد. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. بخیر باشین. قربانتان. بخیر باشین. سلامت. ممنون. قربان. خداحافظ. 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 بنیده عزیز یک موضوع رو میخوام که اشاره بکنم که بین همه تعصبات قومی و لسانی را اینا کنار بگذاریم. ببینید ما در 20 سال گذشته به شمال خودم پتلون هم پوشیدیم، کرت پتلون هم پوشیدیم، نیکتایی هم پوشیدیم. هیچ گپ نبود. یعنی که بعد از این نمید یونیفرم باشه. من میگم که یونیفرم، لنگی، کالا، کرت پتلون، درشی، نیکتایی وطن نمیسازه. آنچه که شما در عقل دارین، آنچه که شما اندیشه دارین، آنچه که شما فکر دارین، اون وطن میسازه. برای ما اون مهم است. برای ما این لباس، این خود لباس افغانی خود ما شماست که اکثریت مردم میپوشن و من شاهد صحنه هستم که در مکتب زمانی که یونیفرم کرت پتلون بود یا پتلون بود، اکثریت شاگردا داخل بیک مکتب می آوردن و بعد اونجا میپوشن. حالا شاید برعکس باشد. شاید دیدین بعضیا چقدر رضایت داشتن. صحنه لیسه قاضی حمیدالدین واقعا کاملا گلپوش شده. این از برکت و زحمات عامر صاحب لیسه و خود سرمعلم صاحب است که خوشبختانه سرمعلم صاحب ما است و چند لحظه همراهشون صحبت میکنیم. جناب سرمعلم صاحب سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر، صحتمند، خیرت، سلامت. اول خو از جناب عامر صاحب شما یک تشکری ویژه میکنم که برای ما امروز فرصت دادین تا بریم از یونیفرم جدیدی که وزارت معارف و ریاست معارف گفته شما کاملا تطبیق کرده بودین، یک تشکری ویژه میکنم. میکنم. سلامت باشید. بخیر باشین. زنده باشین. احسان الله سرمعلم لیسه قاضی حمیدالدین است. چند سال میشه من حیث سرمعلم ایفای وظیفه میکنید؟ تقریبا مدت 12 سال میشه که من اینجا سرمعلم هستم. 12 سال. ماشاءالله. کدام رشته را خوانده بودین؟ ما ریاضی فیزیک خوندیم، تعلیم تربیه. تعلیم تربیه مزار شریف؟ مزار شریف. سال چند فارغ شدین؟ سال 86 فارغ شدم. 86. بله. ماشاءالله ماشاءالله. خیلی نامختاب زحمت هم کشیدین. این طرف هم گلاس و این طرف هم گلاس. حتما دیگه می برمیگرده مسئولیتش به شما و با عامر صاحب. خیلی زحمت کش معلوم بشین. سلامت باشین، بخیر باشین. ولی ما ملازمین داریم که اینجا در گل مکتب کار میکنن، ولی زحمتش میکشن، واقعا زیاد زحمت میکشن. ما هم در اصلش همراه اونا همکاری میکنیم که کمک میکنیم که اینا گل شود. سالانه به چه تعداد شاگرد از لیسه قاضی حمیدالدین فارغ میشود؟ فارغ تقریبا سالهای قبل زیاد بود و 2 سال میشه که تقریبا تعداد 300 نفر 280 نفر تقریبا همینقدر فارغ میشه. بله. چی قدرش احتمالاً اگر بگن که در کنکور اشتراک میکنه و بعد شما من حیث سرمعلم خبر میشین که به بعضی رشته ها را یافتن؟
تقریبا تمامش در کنکور اشتراک میکنن. همین سال گذشته ما 280 نفر فارغ داشتیم، تقریبا 150 نفرش در کنکور راه یافتن در رشته‌های مختلف. بله. گاهی اوقات با کمبود استاد اگر شما روبرو شدن، مثلا یک استاد یک مشکل پیدا میکنه، خانه یا مریض است یا عروسی داره یا خدا غم دور داشته باشه، باز شما میرین خودتان تدریس میکنین یا کدام استاد دیگر میارین؟ اولا اگر کدام استاد ساعتش بیکار باشه او را ما در صنف میبریم، اگر استاد بیکار نباشه شخص خودم میرم در صنف و تدریس میکنم. و خودم هم البته ساعت دارم، از 6 الی 12 ساعت درسی دارم که مکلف هستم که باید برم مضامین خود تدریس بکنم. تشکر جناب سلمان علیکم. افتخارم هستین. بخیر باشین. خانه آباد. بخیر باشین. بیننده‌های عزیز، ما در یک صنف دیگر همین لیسه هستیم. جناب استاد هم حضور دارن، نمی‌فهم کدام مضمون تدریس میکنن به شاگردا. اول امروز استاد چند لحظه صحبت میکنم، بعد با یکی از شاگردای نمیسیم. جناب استاد سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر، صحتمند، خیرت؟ سلامت باشین. نامتون؟ اسم محمد رسول. کدام مضمون تدریس میکنید؟ ما فعلا مضمون جیولوژی را تدریس میکنم، خاص رشته ما تعلیمات اسلامی است. تعلیمات اسلامی است؟ بله. کجا خواندین؟ از اسدیه فارغ شدیم. اسدیه؟ بله. ماشاءالله. سلامت باشین. اجازه است با یک تن شاگردان صحبت بکنیم؟ ان شاء الله برای صحبت. بخیر باشین. اینجا با من شاگرد یک چند لحظه صحبت میکنیم که نظر از اونا را در رابطه با یونیفرم میخوایم و کدام مضامین از زیاد دوست دارم. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر، صحتمند؟ بخیر هستین، شکر. سلامت باشین. نامتون؟ عبدالله. عبدالله؟ بله. چند نمره هستیم؟ اول نمره؟ بله. ماشاءالله ماشاءالله. نقل زیاد میگیری یا زیاد درس میخوانی؟ زیاد درس میخوانی. کدام هم سفید زیاد نقل میگیره؟ میکلشان نقل میگیره. سلامت. ایرا بگو که کدام مضامین خیلی دوست داری؟ مضامین اسلامی را زیاد دوست داریم. علوم دینی. علوم دینی؟ بله. تصمیم گرفتی که بعد از 12 که فارغ شده امتحان کنکور بخیر سپری کنی، کدام رشته را میخونی؟ رشته طب. طب؟ بله. ماشاءالله. در تو یونیفرم جدید بگو که حکومت پیشنهاد کرده، وزارت معارف، ریاست معارف، همین لازم شما پوشیدین، راضی هستین یا نه؟ بله راضی هستیم، چیزی که دیگه امیر ما امر کنه ما را قبول داریم دیگه. و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله. بله سنت رسول اکرم. خودی ما و شماست. بله. سلامت باشین. بخیر باشین. خوش آمدید. سلامت باشین. بخیر باشین. بینیداز پیشتر اول نمره صنف گفتن که اکثریتشان گفتن نقل میگیرن. یک موضوع رو باید بگم که در مکتب و پوانتون که نقل نباشه دیگه هیچ امکان نداره، ولی او دیگه اما صلابت خود استاد نشان میده که چگونه از نقل جلوگیری میکنه. یعنی دوران پوانتون بخیر، همین از اگه همصنفی عزیز ما را میبینن و میفهمن که چقدر برشان نقل دادیم. به هر صورت با یک از شاگردای همین لیسه هستیم، همراهشان معرفی میشیم. یک شعر خیلی زیبا میخواد برای شما زمزمه بکنه. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر، صحتمند؟ سلامت باشین. یک ذره با انرژی گپ بزن. نامت؟ عبدالله. متعلم صنف چند هستی؟ صنف 11 دو. 11 دو؟ بله. کدام مضمون زیاد دوست داری در مکتب؟ من مضمون دریره. دریره؟ ماشاءالله. تصمیم گرفتی که در آینده بخیر چی بخونه؟ کدام رشته را بخونه؟ طب. طب بخیر؟ بله ان شاء الله. کدام شعر میر در دل داره که تو با احساس بخونی با متون؟ بله دارم. بفرمایید. پسر رو قدر مادردان که دایم کشد رنج پسر بیچاره مادر عمیقا. بله. سلامت باشید. تشکر. بخیر باشید. بخیر باشید. بیننده عزیز، نمی شاگرد عاشق است، نام خدا عاشق شعر گفتن است. البته شعر یاد دارن. بین که اول پرسان کنیم که متعلم صنف چند است. سلام، چی حال داری؟ خوب هستی؟ بخیر؟ نامت؟ محمد سمیر، متعلم صنف دهم سه. صنف دهم سه؟ بله. چی داری؟ کدام شعر داری؟ بله. میشنویم.
من گرچینه نم چنانم بر خدایم معلوم باد. گر قضاوت دست او باشد عالم در کار نیست. عالمی در کار نیست. به به به. دیگه هم هست یا نه؟ دیگه یک شعر ما هم دارم. بگو بچه. پشتوست. بگو. مخامخ را بنده مرا چیز طوفانیم. مخامخ را بنده مرا چیز طوفانیم. داخکرونه بدی مات کم چیز افغانیم. واه واه واه. کس دیگه بیاد داره یا نه؟ کس دیگه نداره؟ یک چک چک بکن. یک چک چک بکنید. بیا بیا بیا. نه او رفت. بخیر سلامت باشین. ادب شما. علیکم سلام. نامت؟ حافظ الله. متعلم اسم چند هستی؟ متعلم اسم به 11 سه. بگو یک شعر. دندان تیز قبضه خنجر نمی شود. هر کس پاچه بلنگت قلندر نمی شود. واه واه واه. کس دیگه بس یا نه؟ خلاص شد؟ بیا باشین. بیا یک دقیقه. نامت؟ شفیع الله. متعلم اسم چند هستی؟ 7-5. کدام از منو زیاد دوست داری؟ دری بگو یک شعر. پروازی بندگی به خدایی نمیرسد. ای بنده خاک باش که آسمان خیلی بلند است. به به به. کسی دیگه هم هست یا نه؟ هیچ کس نمانده؟ نه نمانده. خدا حافظ. بیننده عزیز، گزارش ما هم در همه جا به پایان رسید. واقعا از همتون یک تشکری ویژه میکنم. لیسه عالی قاضی حمیدالدین که با تمام شاگردان ما صحبت کردیم، نظراتشون رو شنیدیم. از شما یک تشکری ویژه میکنم. تا برنامه بعدی که ما حیات الله اسحاقزی در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.